السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قسمت 35 از قصه حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی او. بعد از جنگ بدر مسلمان ها به قافله قریشی ها که در عراق بود حمله کردند و همه مال و ثروت قافله را گرفتند. ابو سفیان و سربازانش خود را نجات دادند و مکه برگشتند. ابو سفیان مردم مکه را جمع کرد و گفت اکنون دیگر ما به شام برای تجارت سفر کردن نمی توانیم. محمد همه راه ها را بسته است و از مردم قریش طلب یاری کرد. آنها هم هر چیزی که داشتند به ابو سفیان دادند و ابو سفیان به طرف قبیله غطفان رفت. قبیله غطفان با مسلمان ها دشمنی داشتند. آنها هم با قریشی ها شدند، یعنی گفتند ما تو را یاری میکنیم در این جنگ. باز ابو سفیان به طرف قبیله حبشی ها رفت. در یک منطقه حبشی ها زندگی میکردند. آنها هم با ابو سفیان شدند. اکنون لشکری مشرکین 3000 نفر شد. 3000 سرباز. این لشکری بزرگ بود. پیش از این در جنگ بدر تقریبا 1000 نفر بودند، ولی اکنون 3000 نفر شدند و لشکری قریشی ها تیار شد و به سوی مدینه حرکت کرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر آمد که لشکری قریشی ها به سوی مدینه می آید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال اصحاب خود را جمع کرد و فرمود چی مشورت می دهید؟ اکثری صحابه ها گفتند یا رسول الله ما تیار هستیم برای جنگ. حمزه رضی الله عنه گفت یا رسول الله اگر در مدینه ما آنها را انتظار شویم آنها میگویند ما ترسیدیم. انس ابن نضر رضی الله عنه از جایش خیست و گفت یکمین جنگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن اشتراک کرد من نبودم. به خدا قسم بعد از این اگر در جنگ رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتراک کند الله متعال میبیند که من چیکار میکنم. یعنی من با همه وجودم تیار هستم برای جنگ و هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنان صحابه ها را شنید فرمود من خوابی دیدم. صحابه ها گفتند یا رسول الله چه خواب است؟ رسول خدا فرمود دیدم که گاوی ذبح کرده شده است. یک گاوی ذبح کرده شده است و دیدم شمشیرم کج شده است و باز دیدم که خودم در سپاه خودم در آمدم. گفتند یا رسول الله این خواب چی معنا دارد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود گاوی که ذبح شد یعنی به معنای می آید که اصحابم کشته می شوند. شمشیرم کج شد در اهل خانواده‌ام مصیبت می شود و سپاهی که در درونش در آمدم مدینه است. اگر در مدینه باشیم در امان هستیم. من میگویم در مدینه باشیم و نبراییم. ولی صحابه ها گفتند یا رسول الله اگر نبراییم میگویند ترسیدیم. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدن که صحابه ها بسیار اصرار دارند که میبراییم برای جنگ، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تیار شوید میبراییم برای جنگ.
رسول صلی الله علیه و سلم به خانه‌اش درآمد و سپاه پوشید و کلاه آهنین هم پوشید، یعنی خود را پره برای جنگ تیار کرد. می‌دانست که این جنگ از جنگ بدر فرق می‌کند. صحابه ها بین یکدیگر سخن می‌کردند. سعد بن معاذ رضی الله عنه و دیگر صحابه ها گفتند شاید ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را مجبور کردیم برای جنگ، یعنی برای اینکه برآید از مدینه. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با لباسهای جنگی برآمد، گفتند یا رسول الله شاید ما تو را مجبور کردیم که از مدینه برآییم، اگر بخواهید در مدینه می ایستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود پیغمبری که لباس جنگی را پوشد دیگر آن را نمی برآورد تا که بجنگد، دیگر عقب نشینی نمی شود. فاذا عزمت فتوکل علی الله، آنگاه که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن. و مسلمان ها هم تیار شدند برای جنگ. عبدالله ابن سلول منافق و دیگر منافقان هم تیار شدند برای جنگ تا که نشان بدهند که آنها هم برای جنگ می‌برآیند. ولی در حقیقت آنها جنگ نمی‌خواستند، آنها خودنمایی کردند، یعنی منافق بودند. لشکر مسلمانان که در آن منافقا هم بودند 1000 نفر شد، 1000 سپاه. قریشی ها در منطقه احد خیمه زدند. مسلمان ها هم از مدینه برآمدند و از طرف زمین یکی از منافقین گذر می‌کردند. زمین مربق ابن قیضی بود. مربق این منافق بود و کور بود، نابینا بود. وقتی از زمینش گذر می‌کردند مسلمان ها، او گفت از زمین من گذر نکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما با همین راه ما باید ببراییم. مربق گفت نه، از زمین من گذر نکنید. یعنی از زمینش گذر میکردن هیچ کس یگان درخت او را نمیشکست، یگان کشت و کار در آن زمین نبود که زمین اون را پایمال کنند، اون را ضرر بدهند. یک زمینی سنگ و زمینی یعنی خالی. مسلمان ها گذر میکردن، آن منافق رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشنام داد. سعد ابن زید رضی الله عنه چوب را گرفت و در سرش زد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای سعد او را نزن، او کور است و دلش هم کور است. یعنی اون نه فقط نابینا است، اون هم دلش کور است هم چشمایش کور است، گمراه است. و مسلمان ها گذر کردند، آمدند و منطقه احد رسیدند. کوه احد از پشت مسلمان ها بود و در همان جا خیمه زدند. وقتی قریشی ها آمدند رو بروی مسلمان ها شدند و آنها در همان جا خیمه خود را زدند و تیاری جنگ را دیدند. در این وقت عبدالله ابن سلول منافق در بین مسلمان ها فتنه پهن کرد. گفت ما باید در مدینه می ایستادیم، رسول خدا می خواست در مدینه ایستد، من می خواهم به مدینه برگردم، شما هم برگردید. از پشت عبدالله ابن سلول منافق 300 منافق به مدینه برگشت. بعضی از اهل مدینه که مسلمان بودند آنها خواستند به مدینه برگردند. یکی از صحابی ها از پشت مسلمانانی که می خواستند به مدینه برگردند رفت و آنها را برگرداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم همه را جمع کرد و صفهای آنها را راست کرد و آنها را حساب میکرد. بیرق را به مصعب ابن عمیر داد و فرمود اگر صبر کنید
و الله را اطاعت کنید، مثل جنگ بدر الله متعال ملائکه ها را برای ما روان میکنند تا اینکه ما را یاری کنند در جنگ. الله متعال وعده کرده است اگر که صبر کنیم 3000 ملائکه را میفرستد. در جنگ بدر 1000 ملائکه بود، ولی اگر در این جنگ صبر کنیم 3000 ملائکه را الله متعال برای ما میفرستد. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکر مسلمانان را ترتیب میکرد. چند جوانی را دید که در بین مسلمان ها ایستاده بودند، بسیار خرد بودند. عبدالله ابن عمر ابن الخطاب 12 ساله بود. او را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت به مدینه برگرد، تو نمیتوانی در این جنگ بایستی. و یک مسلمان دیگر را دید که 15 ساله بود. او را هم گفت به مدینه برگرد. و باز یک جوان دیگر را دید که 13 ساله بود. او را هم گفت به مدینه برگرد، ولی او راضی نشد. او گفت یا رسول الله من تیراندازی ماهر هستم، اگر با نیزه تیر اندازم خطا نمی کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم او را اجازت داد. جوان دیگر گفت یا رسول الله او را اجازت دادی، منم میخواهم در لشکر بایستم. ما هر زمان گشتی میگیریم، اگر کسی پیروز شود همون میایستد. یعنی با جوانی 13 ساله میخواست گشتی بگیرد یک جوان دیگر. هر دوی آنها گشتی گرفتند و جوانی که 13 ساله بود یعنی در این گشتی پیروز نشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دوی آنها را اجازت داد، برای اینکه این جوان 13 ساله تیراندازی ماهر بود. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم اسامه ابن زید را به مدینه برگرداند. او بسیار خرد بود. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیر خود را برداشت و فرمود این شمشیر را کی میگیرد به حقش؟ حمزه رضی الله عنه گفت من میگیرم یا رسول الله. رسول خدا بار دیگر فرمود این شمشیر را کی میگیرد به حقش؟ علی رضی الله عنه گفت من میگیرم یا رسول الله. رسول خدا باز گفت این شمشیر را کی میگیرد به حقش؟ زبیر ابن العوام گفت من یا رسول الله میگیرم. بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این شمشیر را کی میگیرد به حقش؟
مقداد رضی الله عنه گفت من میگیرم یا رسول الله. رسول خدا باز فرمود این شمشیر را کی میگیرد به حقش؟ ابو دجانه رضی الله عنه گفت یا رسول الله حق این شمشیر چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم همین سوال را منتظر بود. رسول خدا فرمود حق این شمشیر این است که چنان با این جنگ میکنی، چنان با این میزنی که شمشیر کج میشود. ابو دجانه رضی الله عنه گفت پس او را من میگیرم و رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیر را به ابو دجانه رضی الله عنه داد. اکنون ابو دجانه رضی الله عنه شمشیر را گرفت و بسیار خوشحال بود که شمشیر رسول الله صلی الله علیه و سلم را بزرگان صحابه نتوانستند بگیرند و اون نصیب ابو دجانه شده است. و یک قطعه لباس سرخ را گرفت در سرش بست و بر اسب سوار شد و بین مسلمان ها می رفت، شمشیر را می برداشت، فخر می کرد. رسول خدا خندید و فرمود این قسم راهگردی را الله و رسولش بد می بیند مگر در اینجا، یعنی مگر در جنگ. یعنی فخر کردن درست نیست مگر در جنگ درست است. برای چی؟ برای اینکه دشمن را در رعب میگذاری. رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف خوف داشت، یعنی یک ترس داشت. ترس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این بود که یک کوه خرد بود و رسول خدا فکر میکرد اگر قریش ها بالای همین کوه خرد برآیند و با نیزه بزنند دیگر قوتی برای مسلمان ها نمیماند. برای همین رسول خدا 50 مسلمان را اختیار کرد که در بالای همون کوه بایستند. 50 نفری که یعنی نیزه میزدند و بسیار ماهر بودند و بزرگ آنها عبدالله ابن جبیر بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آنها چند مراتبه گفت از جایهایتان حرکت نکنید، جایهای خود را ترک نکنید، کسی نزدیک می شود با نیزه بزنید. اگر ما در جنگ پیروز می شویم، اگر ما در جنگ شکست می یابیم، جایهای خود را ترک نکنید. چند مراتبه همین سخن را تکرار کرد. قریشی ها هم تیاری می دیدند برای جنگ. در لشکر قریشی ها زنها هم بودند و برای آنها بیت می خواندند، موسیقی می نواختند. قریشی ها شراب می نوشیدند، یعنی فخر می کردند که 3000 هستند و در این جنگ حتما آنها پیروز می شوند. وحشی یکی از غلامان قریشی ها بود و هند به وحشی گفت اگر حمزه را بکشی تو را آزاد میکنم. ابو عامر از اهل مدینه بود و در بین لشکر قریشی ها بود. ابو عامر این یک شخصی بود که از اهل مدینه بود و پیش از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه او میخواست پادشاه مدینه شود، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کرد و اهل مدینه مسلمان شدند. او پادشاه نشد و به شام سفر کرد. وقتی شنید که قریشی ها با مسلمان ها می جنگند، او به لشکر قریشی ها رفت. پیش از جنگ در منطقه احد او یک منطقه را، یک جای را چکوری میکند و میگفت شاید در این مسلمان ها بیفتند، شاید در این محمد بیفتد و همین طور یک جا را چکوری کنده بود. وقتی جنگ به اوس و خزرج که قبیله همین شخصیت بود، او گفت محمد را گذارید
یعنی محمد را به نزد ما روان کنید. شما را چی شده است؟ شما قوم من هستید و از پشت محمد دفاع میکنید. و سخنان بسیار قبیح گفت. مسلمان ها باشند گفتند خاموش شو الله تو را هلاک کند. عامر این جواب را انتظار نبود، یعنی انتظار نبود که قومش این سخن را با او میگویند. در این جنگ یک به یک نبرآمدند، برای اینکه در جنگ بدر قریشی ها و مسلمان ها یک به یک برآمدند، همه آنها کشته شدند، یعنی بزرگان قریشی ها کشته شدند. قریشی ها در این جنگ یک و یک باره حمله کردند. در آن زمان در جنگ قانون بود، اگر بیرق بیفتد پس شکست می‌یابند. تا وقتی که مردم بیرق خود را می‌بینند جنگ می‌کنند. علامت جنگ بیرق بود. بیرق مسلمان ها در دست مصعب ابن عمیر بود. بیرق قریشی ها در دست فرزندان بنی عبدالدار بود. ابو سفیان به نزد فرزندان بنی عبدالدار آمد و گفت در جنگ بدر بیرق در شما بود و افتید. اگر قوت بیرق را ندارید اکنون می توانید بیرق را بسپارید. آنها قسم خوردند که ما نمی گذاریم بیرق بیفتد و جنگ شروع شد. حمزه رضی الله عنه بسیار در جنگ ماهر بود و می دانست که اگر بیرق بیفتد مسلمان ها پیروز می شوند. با خود یک چند نفر را گرفت و به طرف شخصی که بیرق قریشی ها را برداشته بود به طرف همونها حرکت کرد. وقت جنگ حمزه رضی الله عنه با یک چند مسلمان توانستند شخص بیرق بردار را بکشند و بیرق قریشی ها افتید. در حال برادری همان کشته شده یعنی فرزندان بنی عبدالدار بیرق را برداشت. حمزه رضی الله عنه او را هم کشت. فرزند سوم بنی عبدالدار بیرق را برداشت. اکنون قریشی ها حمزه رضی الله عنه را از هر طرف گیر کرده بودند. علی رضی الله عنه توانست فرزند سوم بنی عبدالدار را بکشد. فرزند چهارم بنی عبدالدار بیرق را برداشت. علی رضی الله عنه توانست فرزند چهارم بنی عبدالدار را بکشد. بیرق افتید. هرچند قریشی ها یعنی کوشش میکردند بیرق را بردارند اما بیرق می افتید. اکنون علی و حمزه رضی الله عنه را قریشی ها از هر طرف احاطه کردند، گیر کردند و آنها با علی و حمزه رضی الله عنه مشغول بودند. عاصم ابن ثابت رضی الله عنه با یک چند مسلمان آمد و فرزند پنجم بنی عبدالدار را کشت. بار پنجم بود که بیرق آنها می افتد. قریشی ها نمی دانستند که چی کار کنند. سلافه خواهر کشته شدگان بود. دید که چطور برادرانش کشته می شوند و فرزند ششم بنی عبدالدار بیرق را برداشت. عاصم رضی الله عنه توانست ششم پسر بنی عبدالدار را بکشد و بیرق افتید. خواهر آنها همه این ماجرا را می دید. لشکر قریشی ها در لرزه بود. 6 مراتبه بیرق آنها افتاد. سلافه با آواز بلند گفت کی سر عاصم را برایم می آورد که در کاسه خانه سرش شراب بنوشم و مثل وزن سرش طلا به او بدهم. قریشی ها شنیدند. عاصم رضی الله عنه را از هر طرف گیر کردند و با او می جنگیدند. یکی از قریشی ها بیرق را برای 7 مراتبه برداشت. اکنون قریشی ها گفتند چطوری که آنها بر بیرق ما حمله میکنند ما هم به بیرق آنها حمله میکنیم. و قریشی ها به طرف مصعب ابن عمیر حرکت کردند
یعنی بیرق در دست مصعب ابن عمیر رضی الله عنه بود. مسلمانان مصعب را در بین خود گرفتند و نمیگذاشتند که به نزدش قریشی ها نزدیک شوند. باری هفتم حمزه رضی الله عنه، حمزه و علی و زبیر رضی الله عنه یک جا شدند، توانستند بیرق بردار را بکشند. اکنون 7 مراتبه می شود که آنها بیرق را می بردارند، بیرق می افتد، یعنی کشته می شود بیرق بردار. باری هشتم قریشی ها بیرق را برداشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از پشت سعد ابن وقاص بود. به سعد رضی الله عنه تیر می داد، تیری نیزه، و سعد رضی الله عنه با تیر می زد. رسول خدا می فرمود بزن مادر و پدر من فدای تو. سعد رضی الله عنه می گوید بغیر از من و هیچ کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را نگفته است. یعنی نگفته است که مادر و پدر من فدای تو بجز سعد ابن وقاص. هر تیری که سعد رضی الله عنه می انداخت و مشرکین می رسید. رسول خدا بسیار خوشحال می شد و می دید که همه تیرهای سعد رضی الله عنه به مشرکین می رسد و با پیش می برآمد از خوشحالی. سعد رضی الله عنه به رسول خدا می گفت یا رسول الله خود را نمایان نکن، بیا به پشت. و رسول خدا را با جسد خود محافظت میکرد، یعنی حمایت میکرد. ابو دجانه رضی الله عنه باشد شمشیر رسول خدا را گرفته بود به شرطی که شمشیر از زدن کج شود. کعب ابن مالک رضی الله عنه میگوید از پشت ابو دجانه مراقبت میکردم وقت جنگ که چگونه با شمشیر معامله میکند. ابو دجانه با یکی از مشرکین روبرو شد در جنگ. مشرک گریخت. ابو دجانه از پشتش رفت و چنان او را در سرش سخت زد که او را 2 تقسیم کرد. با کعب گفت چطور میبینی؟ یعنی دیدی چطور با شمشیر معامله میکنم؟ و از مسلمان ها یک شخص دیگر هم بود که بسیار خوب جنگ میکرد. پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم زبیر ابن العوام رضی الله عنه. یکی از مشرکین لباس آهنین پوشیده بود و بر شتر سوار بود. شمشیری دراز داشت. هیچ کسی از مسلمان ها با اون نزدیک شدن نمی توانست. حتی اگر با نیزه می زدن و همه جسمش با آهن پوشیده شده بود. 9 مسلمان را شهید کرد و یعنی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان ها آمدند گفتند یا رسول الله شخصی با در شتر سوار است، بر شتر سوار است، لباس آهنین دارد، یعنی او را زدن نمی شود، با اون نزدیک شدن نمی شود، برای ما راه حل بگو. رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا کرد ای مسلمان ها کی با او می براید؟ هیچ کسی جواب نداد. بار دوم پرسید کی با او می براید؟ هیچ کسی جواب نداد. بار سوم پرسید کی با او می براید؟ زبیر رضی الله عنه گفت من می برایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به خدا قسم اگر تو نمی برآمدی من خودم می برآمدم. زبیر رضی الله عنه می گوید کمی نزدیک شدم و نگاه می کردم که از جسدش جای خالی باشد، ولی همه جسدش با آهن پوشیده شده بود. و میگوید در گردش دور می زدم و از پشتش رفتم، ناگهان حمله کردم، شترش را زدم، مردی آهن پوش افتید و او را در حال زدم و کشتم. یک چند تا از مسلمان ها در گرد بیرق مشرکین جمع شدند و توانستند برای باری 8م شخص بیرق بردار را بکشند.
و بیرق مشرکین افتید. یعنی بار هشتم بود که بیرق مشرکین می افتد. بار نهم بیرق مشرکین را یکی از جوانان قبیله بنی عبدالدار برداشت. مسلمان ها او را احاطه کردند، زدند، او کشته شد و بیرق برای بار نهم افتید. اکنون مشرکین می ترسیدند کسی بیرق را می بردارد کشته می شود. فهمیدند که دیگر جنگ تمام شده است و از هر طرف گریختند، شکست یافتند. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نمار بعدی یک جای می شنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.